سلام، ساینا هیربوت هستم و این ویدیو یکی از ویدیوهای مجموعه آموزشی سیمرغ‌خوره. تو این جلسه میخوایم بریم سراغ انواع توابع. تو ویدیو قبلی اومدیم یاد دادیم، مثلا گفتیم توابع چیه، یه ذره یادآوری کردیم از مباحث دبیرستان. حالا میخوایم ببینیم انواع اون چیه. پیشنهاد میکنم اگر پایتون ضعیفه یا اگر پایتون قویه حتما ویدیو مقدمه این پلیلیست رو ببینین که بتونین بیشترین و بهترین استفاده رو از این پلیلیست ببرین. بریم شروع بکنیم ببینیم که انواع توابع چیان و نکاتشون چیه. خب اولین و ساده ترین توابعی که هممون میشناسیم توابع چیان؟ توابع چند جمله‌ای. خب مثل توابع خطی، توابع درجه 2، 3 و الی آخر. فرم کلی این توابع چه شکلیه؟ میگیم توابع ما که گفتیم توی ویدیو قبلی حالا ایگرگ مساویه در واقع توابعی بود، میدونیم که با اف ایکس هم نشونش میدیم. اف ایکس های ما حاصل آن ایکس به توان ان ها هستن به علاوه تا آ مثلا 2 ایکس به توان 2 به علاوه آ 1 ایکس به توان 1 به علاوه آ 0. خب این یعنی چی؟ ببینین ما میگیم یه تابعی داریم که این تابع ما ایکسمون میتونه توان n داشته باشه که این ایکس های توان n دارمون میتونه یک ضریبی هم داشته باشه. حالا این ضریب ما و این توان ما میتونه اعداد مختلف باشه. یعنی مثلا شما میتونین تابع درجه 2 داشته باشین که اف ایکستون باشه x به توان 2 به علاوه 3x. ببینین الان اینجا آی شما 1 چون ضریب x2 تون 1. توان x تون 2 پس n x تون اینجا 2. یعنی این فرمت رو داریم به علاوه 3x آش 3 x توان 1 داره و خب آ0 مثلا نداره. در واقع این آ0 ما چیه؟ این یه xی بوده که توان 0 داشته، درسته؟ که شده 1 و آ0 تنها مونده. مثلا دیگه چه مثالی میتونیم داشته باشیم؟ بگیم اف ایکس ما باشه x به توان 3 به علاوه 2. ببینین اینجا توان x ما 3 است، باز مثلا ضریب نداره، میتونه ضریب داشته باشه 4 مثلا 4x به علاوه 2. این اون آ0 مونه. دیگه چی؟ دیگه مثلا میتونیم حتی اینو بگیم 3x4 به علاوه 2x2 به علاوه مثلا 4. ببینین باز اینجا توان x مون 4 ضریبش 3 است به علاوه توان x2 و اصولا میدونیم که به فرمت نزولی می نویسیم. یعنی چی؟ یعنی که از توان بزرگترین توان x شروع میکنیم و به ترتیب می نویسیم. مثلا اگر که یه فرمت همچین شکلی داشته باشیم x2 به علاوه x4 به علاوه 2x، ما ترجیح میدیم اینو چه شکلی بنویسیم؟ ترجیح میدیم اینو بنویسیم x به توان 4 اولون توان بزرگه به علاوه x به توان 2 به علاوه 2x. پس این میشن توابع چند جمله‌ای. نکته سختی نداره و خیلی زیاد هم ازش استفاده میکنیم. توابع بعدی که باهاش مثلا سر و کار داریم توابع چی هن؟ توابع کسری هستن. خب توابع کسری باهاشون آشناییم، یه ذره اذیتمون میکنن. چرا؟ چون که مهمه که مخرج ما 0 نباشه. فرمتشون چه شکلیه؟ میگیم اف ایکس ما هستش یه تابعی این بالا تو صورته، یه تابعی این بالا تو مخرجه. حالا این تابع ما میتونه مثلا خودش یه تابع چند جمله‌ای باشه، پی ایکس یا کیو ایکس مون. میتونه مثلا یه تابع مثلثاتی باشه که حالا توی موردهای بعدی میخونیمش. خلاصش اینه که دو تا تابع تقسیم بر هم میشن و نکتهش اینه که کیو ایکس ما مخالف 0 باشه، مقدارش در واقع. مثلا اگر x به توان 2 به علاوه 4 داریم، الان اینجا x مساویه با مثبت و منفی 2 غیر قابل قبول برای ما برای مخرج. چرا؟ چون مخرجمون رو 0 میکنه. یعنی این QX نمیتونه باشه
که x میتونه باشه، میتونه بره توی صورت و کل کسرمون 0 بشه، اما دیگه توی مخرج نمیتونه بره. بریم تخته بعدی. خب شماره 1 و 2 که توابع چند جمله‌ای و توابع کسری بودن رو یاد گرفتیم. بریم سراغ شماره 3. شماره 3 میشه توابع رادیکالی. قبل از اینکه اینو شروع کنم فقط یه نکته در مورد توابع کسری بگم. توابع کسری اصولاً مجانب دارن، یعنی دارای مجانبن. مجانبا خیلی سریع چی بودن؟ یه سری خطایی بودن که اون نمودار تابع ما هی بهشون نزدیک و نزدیکتر میشد ولی هیچ وقت بهشون نمیرسید. حالا ما توی ویدیو مجانب کامل بهش میپردازیم، ولی اینم میگیم که هیچ مبحثی، هیچ موردی رو از قلم نندازیم توی اون مبحث. شماره 3 توابع رادیکالی. فرمتشون حالا یه مثال بخوایم بزنیم چه شکلیه؟ f(x) ما رادیکال x. در واقع رادیکال میاد، ریشه گرفته میشه از تابمون. اصولاً این تابع ها دامنه محدودی دارن. چرا؟ به خاطر اینکه میدونیم زیر رادیکال کوچکتر از 0 نباید باشه. نکته خاص دیگه الان ندارن، فعلا فقط داریم معرفیشون میکنیم. مثلا یه مثال بزنیم. تابع f(x) برابر است با رادیکال x2 به علاوه 2 مثلا. ببینید این الان خودش یه تابع چند جمله‌ایه که چون زیر رادیکال قرار گرفته به کل این میگیم یه تابع رادیکالی. و مثالای دیگه مثلا الان نگاه کنید. f(x) برابر است با رادیکال x2 به علاوه 3 به روی 3x4. میبینین این هر کدوم یه تابع چند جمله‌ای هستن، با همدیگه یه تابع کسری رو ساختن و چون زیر رادیکال رفتن یه تابع رادیکالی رو ساختن. میدونیم که دامنه الان این تابع ما خیلی دامنه محدودیه، چون باید حواسمون باشه مخرج 0 نشه، زیر رادیکال کمتر از 0 نشه و در واقع حواسمون باید خیلی جمع‌تر باشه. همینجوری هرچی تابع‌ها بیشتر با هم ترکیب میشن هی کار ما برای قسمت مجانب‌ها و مخرج هی سخت‌تر میشه. خب مورد بعدی شماره 4 توابع مثلثاتی. میدونیم که مثلثات تقریبا همه جا هستن، پس ما قطعا تابع مثلثاتی هم داریم. کلا توابعی مثل سینوس x، کوسینوس x، تانژانت، کوتانژانت، سکانت، کوسکانت و مواردی که کمتر به گوشمون آشنان و قشنگ توی ویدیوهای مخصوص خودشون یادشون میگیریم. این توابعی هستند که میدونیم یه دوره تناوب دارن. مثلا میدونیم تابع سینوس x همیشه بین -1 و 1 تناوب داره، یعنی توی اون در واقع نمودارش بالاتر و پایینتر از این دوتا نمیره، همون مابین فقط تناوب داره. حالا این تابع مثلثاتمون هر مقدار که حالا پیچیده تر باشه اون تناوبش هم متفاوت تر میشه و باید طبق اون چیزی که سوال ازمون خواسته ما بتونیم حل بکنیم و با اعمال اون نکات به اون خواسته مسئله برسیم. توابع های بعدیمون چیه؟ شماره 5 توابع نمایی. خب توابع نمایی به گوشمون آشناست ولی مفهومش خصوصا توی دانشگاه یه خورده متفاوت و کاملتر میشه. توابع نمایی فرمتشون چه شکلیه؟ میگیم a به توان x. a یه عدد مثبتیه که در واقع اون x ما رفته توی توان باعث شده که این تابع ما یه رشد خیلی صعودی داشته باشه. میگن مثلا این موضوع تابعش تابع نماییه، یعنی خیلی سریع رشد میکنه. علتش چیه؟ مثلا نگاه کنین، شما فکر کنین یه تابع دارین خیلی تابع ساده ای 3 به توان 2x. خب الان 2x یه تابع چند جمله خیلی ساده است، قبلش گفتیم. 3 هم که یک عدد ثابته. الان مثلا من اگه به x مقدار بدم مقدار 4 رو بدم، حالا 4 نه، مثلا مقدار 2 رو بدم، چی میشه؟ 2 رو جایگذاری کنیم، 2 تا 4 تا 3 به توان 4 میشه 81. اما مثلا نسبت به یه تابع عادی، مثلا چه تابع برعکسش x به توان a.
اینجا اگه آمون همون 3 باشه ایکسمون هم بدیم 2. اینجا میبینین میشه 2 به توان 3 میشه 8. ببینین چقدر فاصله داره از 81. پس توابع نمایی رشد خیلی سریعی دارن که حالا تو تخته بعدی ارتباطش میدیم به توابع لوگاریتمی. تابع بعدیمون توابع لوگاریتمی هستن. یعنی شماره 6 میشه توابع لوگاریتمی. توابع نمایی گفتیم رشد خیلی سریعی دارن، حالا یا صعودی یا نزولی، یعنی یا خیلی سریع زیاد میشن یا خیلی سریع کم میشن. توابع لوگاریتمی برعکس توابع نمایی، به اصطلاح میگن معکوس هم دیگه. حالا ویدئوی بعدی در مورد معکوس توابع کامل اونجا همه چی رو بررسی میکنیم. فعلا میخوام به گوشتون آشنا باشه و حتی شاید شنیده باشین و ازش استفاده کرده باشین. توابع لوگاریتمی یه خورده مفصلن ولی الان موضوع بحث ما نیست. ما میخوایم آشنا بشیم با انواع توابع. اینا فرمتشون به صورت لوگ ایکس در پایه آ. کل داستان همینه. حالا همین یه ذره میریم ازش لوگاریتم طبیعی، بعد چون که معکوس در واقع توابع نمایی میریم سراغ عدد نپر و اینا رو با هم ترکیب میکنیم و یه مفهوم خیلی قشنگ از داخلش میتونیم که متوجه بشیم. پس فرمت کلش اینه. حالا این توابع لوگاریتمی این جزء سرفصل الانم نذاشته بودم که بگم ولی حالا بگیمش. یه سری نکات آسون داره که بد نیست اینجا بگیم. یه سری قوانین داره. این تابع لوگاریتمی مثلا اگر قرار باشه که با هم دیگه حالا توی یه پایه بگیم جمع بشن، مثلا لوگ x به علاوه لوگ y. خب ما اینو میتونیم به فرمت لوگاریتم xy بنویسیم، یعنی ضربشون کنیم تو هم دیگه. اگه بخوایم کمشون کنیم از هم دیگه یعنی لوگ x منهای لوگ y مساوی است با چی میشه؟ تقسیم بر هم میشن x به y. و بچه این دو طرف هست، یعنی اینم دیدین میتونین به این فرمت بنویسین یا ضرب بود میتونین تفکیکش کنین به جمع. نارم بذاریم. خب دیگه چی داریم؟ مثلا لوگاریتم x به توان n، شما میتونین n رو بندازین پشت لوگاریتم بگین n لوگاریتم x. اینجوریه. حالا یه سری قوانین داره، یه سری فرمولا داره که کمکمون میکنه ما بهتر بتونیم مسئله‌مون رو حل کنیم و یه دید بهتری داشته باشیم. اینا یه نکاتی بود که الان یهویی اومد تو ذهنم، گفتم بد نیست اینجا بیارمش، چون توی ویدیوهایی که باید اینا رو بگیم ما کامل اینا رو قراره بگیم، خیالتون راحت باشه. این شد 6 تا تابع حالا اصلی تری که در واقع ما باهاشون میتونیم سر و کار داشته باشیم، حداقل فعلا داخل ریاضی 1. بریم تخته بعدی. خب بچه‌ها تو این ویدیو آشنا شدیم با انواع توابع. یه سری نکات دارن هر کدومشون، مثلا این که تو تابع درجه 2 اون نقطه رأس سهمی برای ما مهمه، نقاط تکینگی تو یه سری توابع برامون مهمن، اون مجانبا، اینکه کجا مخرج صفر بشه نشه. اینا مباحثی هم که من الان بخوام بگم گیج کننده میشه. ما ویدیوی جدا فقط میپردازیم به رأس سهمی، فقط میپردازیم به نقاط مهم عطف و تکینگی و اینکه کلا باهاشون قراره یه خورده سر و کله بزنیم. پس این ویدیو در خصوص این موضوع بود. ویدیوی بعدی میریم سراغ معکوس توابع که ببینیم داستانش چیه. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. خسته نباشین.